میخوام پرطرفدارترین گریم لب رو با همدیگه انجام بدیم. یه براش قلمی بردارین و با استفاده از کانتور چرب یه خط کوتاه از بیرون لبتون به سمت داخل بکشید. همین کار رو با لب بالاتون هم انجام بدید. هفت بالای لبتون رو با همون قلم پررنگ کنید. یه رژ تیره تو توناژی که دوست دارین رو انتخاب کنین. خطای اطراف لبتون و داخل لبتون رو با اون رژ پر کنین. حالا یه رژ روشن تو همون توناژی که انتخاب کرده بودید بردارید. وسط لبتون بزنید و فیدش کنید. جوری فیدش کنید که مرزی بین رژ تیره و روشنتون نمونه. و تمام. برند رژی که استفاده کردم و داخل کپشن براتون گذاشتم.